سلام، این همه راه ما اومدیم تا یه دونه کامیون رو بهتون نشون بدیم که برای اولین بار داره وارد ایران میشه و مدل باری‌ترین کامیون آکتروس باری در دنیاست. آکتروس نسل 5 8 چرخ باری، یه کامیون واقعا عالی. خب همینطور که میدونید چند سال که واردات کامیون‌های باری به ایران انجام نمیشه، اما خب الان مدل باری‌ترین مرسدس بنزش وارد ایران شده و ما این همه راه رو اومدیم تا این کامیون رو ببینیم و براتون بررسی کنیم. الان در مرز بازرگان در گمرک بازرگان هستیم. تاریخ اواخر تیر ماه 1403 است و این هم از آکتروس 2551 نسل 5. بیاید از نزدیک ببینید. این کامیون نسخه کامیون برتر سال 2020 هست و اینجا نوشته لوگوی وجهش رو میتونید ببینید. نسخه 2551 یعنی 25 تا مجموعه از ناخالص و 500 دست بخار قدرت. البته باید بگم که این ماشین 28 تن رو تو ایران مجاز میشه و 8 چرخ تک دیفرانسیل هست. بریم یه دوری دورش بزنیم و اطلاعاتش رو بهتون بگم. کابینش کابین مگا اسپیسه و همینطور که میبینید نسخه بدون آینه‌اش رو آوردیم. این کابین رو خودمون وارد کردیم و توسط مجموعه ایران الکترونیک و با کامیون وارد شد. اینجا میتونید ببینید که آینه داخلش هست شده و دوربین قرار دادن. کابین نسخه مگا اسپیس رو داره که برای کامیون‌های باری بزرگترین سایز کابینی است که استفاده میکنه، اما برای کامیون‌های کشنده از این بزرگتر هم هستش. بریم نگاه به شاسیش داشته باشیم. اولین نکته که هست اینه که این کامیون دیفرانسیل سرعتی رو داره و هم یه دونه محورش درگیر میکنه و اون محور آخر بالاگیره. وقتی که کامیون بار نداره اونو میده بالا و دیگه استفاده ای رو نداره. یه نکته دیگه هم که هست، هر سه محورش تنظیماتش بالونی است، یعنی تعلیقشون بالونی هست و وسیله حالا ریموت ارتفاعش تنظیم میشه و همینطور که میبینید ما محور جلو رو کامل آوردیم پایین و این دو تا محور رو بردیم بالا و این نمای جالب به ماشین داده. بعد جزئیات شاسی رو ببینیم. خیلی واقعا جالبه. این کامیون ها تو اروپا میتونستن علاوه بر اینکه یه کامیون رو روی خودشون یه چادر یا یه دونه کانتین یخچال رو روی خودشون سوار میکردن، یه دونه هم یدک میکشیدن و برای همین این پشت میبینید متعلقات کشنده کردن متعلقات وصل کردن تریلر رو با خودشون دارن. اینجا هم برای سوکت‌های برق و بادشون هست. پلاک آلمان، ماشین با اصالت آلمان وارد شده. بیاد شاسی رو از بالا ببینید که جزئیاتش چطوریه. این تانک‌های باد 4 تا تانک باد داره که این انتهای شاسی قرار داده شده و اینم تنظیمات بالونی که خدمتتون گفتم. 7 HT محورها که هر کدوم از محورها 7 HT جداگونه رو دارن و یه دونه دیاق بزرگ هم این وسط تعبیه شده که کاملا تعلیق‌ها رو کنترل کنه. نکته هم که هست ببینید شاسیشون چقدر سوراخ هست. به نظر شما دلیل اینکه اینقدر شاسی این کامیونا سوراخی است برای چیه؟ بیاد بریم داخل کامیون هم ببینیم. ببینید محور آخر رو دادیم بالا و بالگیر هست. کامیون باتری بغل باک 700 لیتری رو داره. مخزن ادبلوش یورو 6 هست، ادبلو مصرف میکنه و یه نکته باید بهتون بگم موتوراشون 6 سیلندر خطی هستن دیگه. 8 سیلندر خودجوشیدن نداره، 6 سیلندر خطیه و گیربکس هم زد اف. خب اینم از نمای ورود کابین آکتروس ال. رکاب 4 پله، صندلی که تنظیماتش برقی و بادی هست، گرمکن و سردکن رو داره و این ریموت تنظیم ارتفاع محورها. اینم از نمای داخل کابین. بریم با هم داخلش رو ببینیم چه امکاناتی کامیون باری 8 چرخ داره. خب بیاید با هم داخل کابینش رو ببینیم. اول من گوشیمو بذارم اینجا تا وایرلس چارجرش گوشی رو یکم شارژ کنه. در با هم ببندیم. اینم از نمای داخل کابینش. اولین نکته که هست داشبورد و کابینش دقیقاً مشابه است با آکتروس‌های کشنده سری ال. می‌بینید دوربین آینه داخلشون هست شده، دوربین رو دارن و این کلیدها تماما لمسی هست مثل کشنده‌ها. تنظیمات کامیون تماما لمسی وسیله این صفحه دیجیتالی انجام میشه تا چراغ‌ها رو روشن خاموش کنه و تمام تنظیمات ماشین رادار خطخوان، ترمز استاری داره، سیستم حالت رانندگی نیمه خودران رو داره. این دسته اینتارر 5 حالته گیربکسیش هست. اینم دسته تنظیم حالت‌های گیربکسی و ترمز پارک برقی که واقعا طراحی جالب. یه نکته که هست پالونی داخلش هست شده راننده اینطوری راحت میتونه بگرده بیاد داخل کابین و حالا استراحت کنه. این هم از تخت عقب برای استراحت هست. یه دونه یخچال، یه دونه باکس بزرگ و یه دونه یخچال اینجاست که دارید که اینطوری من میتونم بهتون نشونش بدم. این هم از یخچالش هست و این هم از تخت راننده استفاده کنه. مخمل کرمی داخل کابین مشابه است با کشنده‌ها. اینجا رو میتونید زوم کنید ببینید که کلید تنظیم حالتهای چراغ نور داخل کابین رو داره. سقفش صاروفش باز و بسته میشه و حالا کلید تنظیمات ضبط برای وقتی که راننده اینجا استراحت داره میکنه رو داره و این امکانات و ویژگی‌هاش برای کامیون باری عالیه. واقعا لذت دادم برای با این کامیون فقط سر کله بزنه. اینقدر خوبه و برای کامیون باری مثلا که حالا چند سال کامیون‌های باری تو ایران نبودن اینطور کامیون واقعا عالیه. صاروفش میبینید برقی هست و این هم از اولین کامیون آکتروس سری 5
باری 8 چرخ به ایران. همونطور که می‌دونید الان کامیون‌های باری جدید چه مان چه ولوو چه داف و چه مرسدس بنز در حال ورود به کشور. از بودجه حدوداً 4.5 تا 8 9 تومان میتونید خریداری کنید. یه اینطور ماشینی الان بخواید وارد کنید حدوداً 7 تومان در میاد، اما خب پلاک شدهش رو فکر نکنم دیگه زیر مثلا 11 12 تومان بدن. اینم از این. امیدوارم که از ویدیوش لذت برده باشید و از آشناییش با این کامیون جذاب و دیدنی لذت برده باشید. اگه نظری داشتید درباره کامیون‌های باری و این مرسدس بنز زیبا حتما برامون کامنت کنید و اینکه از یوتیوب ما رو میبینید حتما کانالمون رو سابسکرایب کنید. من علیرضا روستا هستم و شما رو تا یه قسمت با کامیون دیگه به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.